در پیام پیشوای معظم ملت یک جزء بسیار مهمش را سیاست بیرونی جمهوری تاجیکستان و از جمله مناسبت تاجیکستان در دایره مناسبت‌های بین‌المللی مالیوی قرضی تشکیل می‌دهد. روز ما از بلندی 35 سال استقلالیت و دستاوردهایی که جامعه کشور به آن نائل شد، از جمله دستاوردهای نهایت بزرگ اجتماعی و اقتصادی بها داده گفته میتوانیم که نقش سازمان‌های بین‌المللی مالیوی، نقش سازمان‌های بین‌المللی در شکلگیری امروزه ساخت اقتصادی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان بسیار مؤثر بوده است. چون شما آگاه هستید که از وقتی که از اقتصاد نقشوی به اقتصاد بازاری رو آوردیم، در ما آن نهادهایی که امروز بسیار فعالند و بسیار ثمره نهایت خوبی فعالیت خود را نشان میدهند عموما وجود نداشتند. ما تنها برای آنکه به خزینه بین الخلقی اسعار شامل شویم، در عموم تقریبا دهها نامگوی حجت‌های مهمی معیاری حقوقی قبول کردیم که زمینه‌های اینستیتوسیونالی فعالیت اقتصادی بازاری در ما مهیا کردند. شما می‌دانید که در اقتصاد نقشوی مالکیت دولتی نقش بارز را تشکیل می‌کرد و سهم اساسی به مالکیت دولتی تعلق داشت و ما در یک مدت کوتاه با توسعه‌های خزینه بین الخلقی اسعار، گروه بانک جهانی و دیگر تشکیلات‌هایی که جناب عالی از آنها به عنوان شریک‌های استراتژی رشد نام می‌برند، بسیار سهم آنها را در هر یک پیام خود قید کرده می‌گذارند. با توسعه همینها ما توانستیم که در یک مدت کوتاه سهم بخش خصوصی را در اقتصادیات کشور به درجه نظررس بالا بریم. امروز سهم اساسی که از فراهم آوری خزینه دولت از حساب اندازها از بخش خصوصی است و از مقدار 381,000 سوبیکت هایی که در جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شدن فعالیت میکنند، اینها قسمتی اکثرشان بخش اعظمش بخش خصوصی می باشد. امروز بینید که جمهوری ما در برابر دیگر جمهوری های سابق شوروی و همه سبقت گزارش به اقتصاد بازاری وارد شده باشد، هم ما از یک ورطه بسیار مهلک برآمدیم. این رو ما باید هیچ وقت فراموش نکنیم که اینا در آمار رسمی هم رشد اقتصاد جمهوری تاجیکستان از سال 2000 این طرف بعد آغاز می‌یابد. ما یک دوره نهایت وزمین جنگ تحمیلی را از سر گذراندیم که این ما در روبروی وحدت ملی قرار داریم، تجلیل جشن وحدت ملی قرار داریم. ما تا امروز آن خساراتی که از جنگ شهروندی بر اقتصاد ما وارد شد تا امروز نیز باقی مانده است. نوبسته از همین بینید که امروز صاحبکاران وطنی ما نه تنها در خود جمهوری تاجیکستان بلکه بیرون از جمهوری تاجیکستان انشاءات می‌سازند، بازارهای آنها رو از خود می‌کنند، کارخانه می‌سازند، جای کار می‌سازند و این یک دستاورد جمهوری تاجیکستان است که در برابر دیگر کشورها عضو کامل حقوق و اعضای فعال مناسبت‌های بین‌المللی مالیوی قرضی است. دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در همه سمت‌ها بسیار نظررس است. دلخواه آدم می‌تواند که از همین ثمره جلب شریکان بین‌المللی رشد، ثمره آنها و سهم آنها در رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان با سیر و گشت با طبیعت دیار رو دیده، در برابر این دستاوردهای کارخانه‌های اقتصادی رو دیده بها داده میتواند که تا چند اندازه نظررس است. امروز جمهوری تاجیکستان اما سال شما شاهد هستید که ریتینگ قرضی جمهوری تاجیکستان زینه به زینه بالا میرود و این ما شریکان بین المللی نیز باور کردند، ما مورد اطمینان آنها هستیم که ما شریک مسئولیت شناس هستیم و اون مبلغ هایی که جلب میکنن همیشه برای آبادی این کشور صرف میشن. هم در برابر این با ثمره اقتصادی نیز
دارم برای سهمیه گذارم. شما ببینید که وقتی که برای بنیاد نیروگاه راغم مبلغ‌های علاوه‌ای ضرور شد و یوروبوندها رو به سودا برآوردن، ببینید در یک مدت نهایت کوتاه یوروبوندها رو خریده گرفتن. همین یوروبوندها یک افزار مالیوی است که ما سر کردیم، ما اون رو به دائمی تبدیل ندادیم، این رو به اینسترومنت دائمی جلب سرمایه‌گذاری که اگر تبدیل دهیم خیلی مبلغ‌های ذخیره‌های استفاده نشده رو جلب کرده میتونیم.